دورو. امروز می‌خوایم عجب ترین و جالب ترین تستایی که وجود داره رو بریم. یه مش سوال، مثلا تست بنانا، تست موز، تست میم شناسی، تست ای که تو کدوم یکی از لاک پشتای نینجا هستی. تست ماینکرافت، چقدر از ماینکرافت سر در میاری. این چیزای جالب در کل. بنده شروع میکنم با تست موز. چند نوع موز مختلف وجود داره، 50 تاست، نزدیک 100 تا، بالای 1000 تا. فقط یه دونه نوع موز چی می؟ موز سیاه هم که بینشون نیست، نیگا موز. در قرون وسطا موز به چه چیزی تحت چه عنوانی شناخته میشد؟ تحت عنوان موز شناخته میشد عملا انگور شادی، گلابی لذت، سیب بهشتی، مشتی یعنی چی؟ تحت عنوان موز شناخته. محبوب ترین نوع موز چیه؟ زرد. چند درصد از این موز نرسیده شکره. یه روز یه موز بوده، یه موز نرسیده. بعد فکر میکنیم بهش چی میگن؟ بهش میگن رسیدی تماس بگیر. عملا نباید خیلی شیرین باشه، 5%. گیاه موز بزرگترین چیزو داره. به نظرم درست هست. این موز کاکانیگا چی میگه؟ چند درصد از این موضوع شکره؟ از این موزی که یه ذره رسیده 50%. چقدر از دی ان ای موز با انسان یکیه؟ این من قبلا شنیده بودم که خیلی شبیه 100% که نی مرد حسابی. 50%. در چه سالی بریتانیای کبیر اولین محموله موزش رو دریافت؟ خیلی قدیمی باید باشه عملا. قدیمی ترینشو میزنی. یعنی چی؟ در قرون وسطا به چیز میگفتن، به موز میگفتن سیب بهشتی. عجیبه، واقعا عجیبه. میریم سراغ تست بعدی. تست میم شناسی. آیا اینترنت رو میشناسی؟ 100%. من تو میم قوتورم. این سگ بسیار خوشتیپ چه کسی است؟ این خانوم داره سر کی داد میزنه؟ جان سینا، بوب اسفنجی یا یه گربه؟ قطعا یه گربه. ها؟ یه کپشنای ایمیمو به صورت نرمال با همچین حروفی نوشته میشن، ولی ما که ندیدیم مرد حسابی. کدوم از این میمای کهکشانی، مغز کهکشانی اول میاد؟ این عملا نیگاوات 3/8 دوباره. بریم سراغ یه تست جالب دیگه. چقدر در ماینکرافت حرفه‌ای هستی؟ بسیار. تعریف از خود نباشه دیگه مثل من نمیاد. چجوری باید یه چست گنده ساخت؟ 2 تا چست رو میذاری کنار هم میشه چست گنده. کریپرها از چی میترسن؟ از گربه. نداره گربه توشون. میگه چه چیزی میتونی بپوشی واسه که اندرمن به حمله ور نشه؟ حمله ور میشم به کدو تنبل. ای کدو تنبل چجوری یه کریپر شارژ شده ساخته میشه؟ این رعد و برق که بهش میزنه عملا وقتی باتری میخوره من حسابی. چقدر نمک. لیدر اندرمن کیه؟ یعنی اصلا اندرمن می لیدر داره؟ What the fuck is دونالد ترامپ؟ اندر کینگ، برگر کینگ. یه دونه این موجودا چقدر ارتفاعش؟ یه دونه بلاکه ولی میتونه رد بشه، چون من دیدم که میگم. کدوم از این برندها فکر کنه مرد حسابی تبلیغ ای الان؟ اگه ماینکرافت جهان واقعی باشه چقدره؟ بزرگتر از انگلیس، بزرگتر آمریکا؟ نه اون خیلی بزرگتر از نپتون، ژوپیتر فکر میکنم باید باشه. کدوم از یوتیوبرها ماینکرافت پلی میدن؟ نمیدانم. بنده هیچ یوتیوبری رو نگاه نمیکنم به جز خودم. I just wanna be your Sigma. میگه چه حیوان واقعی آوردن که این صدای این موجود رو در آورده؟ توتی میتونه باشه. توتی یا گربه؟ توتی. تو کدوم کشور میذارن داخل مدرسه بازی کنی چیزو؟ اینو میدونم، دیده بودم. ای یا نروژ یا سوئد. نروژ. 13 از 20. چاکرم. شناخت قوی. اشتباه زدیم، از گربه استفاده کردم. ای داد، بزرگتر نپتون بوده. ارتفاعش 4 بلاک بود. من اینجا هم خراب. در همین لحظه که این ویدیو داره ضبط میشه ما 542 نفر محفل صمیمی. حالا این تستو چیه؟ تست لاک پشتای نینجا. ببین آقا ما کدومشیم؟ من خودم بچه که بودم همیشه میگفتم من اوابیوم، لئوناردو داوینچی. شما هم میتونید در خانه این تست رو با ما انجام بدید. لینک سایتم در توضیحات. یه رنگ انتخاب بکن. کلوه. به نظرم بین اینا اصلا رنگ آبی نی، بین اینا پپرونی رد. یه دونه سرگرمی انتخاب کن. Cook. Let him cook. I have no hobbies. واقعا I have no hobbies.
کتاب خوندن رو ترجیح میدم بین این یوگا. چه شروریه واقعا. در مورد کدوم از این دشمنا بیشتر نگرانی؟ شریدری. نگرانی اول و آخر زندگی من شریدری. یه دونه از اینا رو انتخاب کن که رو پیتزات بذاری. پپرونی، قارچ، پنیر اضافه، هر چی باشه برام مهم نیست. من چیزم. خوب شد که بحث باز شد آقایون و خانوما. واقعا پپرونی overrated. یا پنیر اضافه رو ترجیح میدم. کدوم از افراد خانوادت بیشتر به نظرت رو مخن؟ رافائل، لئوناردو، مایکلانجلو. او یکی پس کو. یکی دیگه هم بود. چی بود؟ دنی آلوز، داناتلو. رافائل چاقال یکم رو مخ بود. هی همش عصبانی بود. میگفت من عصبیم ببریدم دکتر. بهترین توضیح واسه شخصیت چیه؟ چه توضیح میتونی بدی؟ بنده متفکر. You are داناتلو. شما دانشمند تیم هستی و همیشه برنامه‌های جدید داری. همیشه راه‌های هوشمندانه پیدا می‌کنی تا این شریده رو بکشی. خیلی جالب بود برام واقعا این تستا. امیدوارم که واسه شما جالب بوده باشی. انقدر میبینم به میگن چقدر ولوی تو بقیه اولی تو رب جلوی مخم یه جوری کار میکنه همه به میگن دادا چقدر شبیه داناتلوی.